و افغان و آهی. شنیدم کله‌ای با خاک میگفت که این دنیا نمیارزد به کاهی. سپاس و حمد بی پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. الها، قادرا، پروردگارا، کریما، منعما، آمرزگارا. از احسان خداوندی عجب نیست اگر خط در کشی جرم و خطا را. به حق پارسایان کز در خویش نیندازی من ناپارسا را. خرسند و سرافراز که همسر و همشیره زنده یاد داوود امینی این مهم رو به من واگذار کردن. امیدوارم که با خاموش کردن تلفن بتونیم سفر جاودانگی داوود نازنین رو به پایان برسونیم. درود بر شما خانم ها و آقایان، سپاس فراوان از حضورتان در نشست یاد بود و سوگ زنده یاد داوود امینی. انسان بسیار ارجمندی که ایثارش، ایمانش، مهرش و انسانیتش به راستی آدمی را به تحیر و تفکر وامی داشت. تا زندگی تنهایی، اما پس از مرگ مهمان هر خانه ای. مرگ تغییر شکل است، نه تغییر ماهیت، و بدان میماند که جامعه پاره و کهنه را از تن بدر کنید و لباسی نو بپوشید. مجسم کنید بدون مرگ سیاره خاک چگونه می‌نمود. گاهی اوقات پذیرفتن مرگ نه از فرط دلاوری، بی‌باکی یا بدبختی و مصائب است، بلکه از خستگی و تکرار ایام است. نزدیکترین چیزها مرگ و دورترین چیزها آرزوست. بر دنیای فرومایه مسلط نمیتوان شد، پس در طلب آن آهسته تر گام بردار. ظاهر دنیا تو را فریب ندهد که دو روی دارد. آغاز آن امیدی چون سراب است و پایان آن خانه‌ای در دل خاک. بزرگترین مصیبت آن است که بتوانی کاری نیک انجام دهی و آنقدر خودداری کنی که وقت آن بگذرد. داوود نازنین، تو به یک شط بنفشه، تو به یک دست پر از گل، تو به یک گل، تو به یک آینه میمانی. ای ز هجرانت زمین و آسمان بگریسته، دل میان غم نشسته، عقل و جان بگریسته. چون به عالم نیست یک کس مر مکانت را عوض، در عزای تو مکان و لامکان بگریسته. در حقیقت 100 جهان بودی، نبودی یک کسی. دوش دیدم آن جهان بر این جهان بگریسته. ای دریغا
ای دریغا ای دریغ، بر چنان چشم عیان چشم گمان بگریسته. مرگ دوست آدمهای خسته است. همکاران و همراهان مرگ از خود مرگ ترسناک‌ترند، زیرا ناله و زاری دوستان، رنگ‌های پریده، گریه یاران و لباس سیاه که به هنگام عزا به تن می‌کنند و مراسم دیگر سوگواری مرگ را پر مخافت جلوه می‌دهد. با آگاهی یافتن از بدیهای موجود در زندگی، ما مرگ را به چشم حقارت می‌نگریم و با آگاهی یافتن از بدیهای موجود در اجتماع زندگی را تحقیر می‌کنیم. اندوه مرگ روح و روان است و شادی زندگی آن. داوود نازنین مهربان و از اهالی امروز بود و با تمام افقهای باز نسبت داشت و لحن آب و زمین را چه خوب می‌فهمید. صداش به شکل حزن پریشان واقعیت بود و پلک‌هاش مسیر نبض عناصر را به ما نشان داد و دستهاش هوای صاف سخاوت را ورق زد و مهربانی را به سمت ما کشاند. به شکل خلوت خود بود و عاشقانه ترین انحنای وقت خودش را برای آینه تفسیر کرد و او به شیوه باران پر از طرافت تکرار بود و او به سبک درخت میان آفت نور منتشر میشد. همیشه کودکی باد را صدا میکرد، همیشه رشته صحبت را به چفت آب گره میزد. برای ما یک شب سجود سبز محبت را چنان صریح ادا کرد که ما به عاطفه سطح خاک دست کشیدیم و مثل لهجه یک سطل آب تازه شدیم و بارها دیدیم که با چقدر سبد برای چیدن یک خوشه بشارت رفت، ولی نشد که روبروی وضوح کبوتران بنشیند و رفت تا لب هیچ و پشت حوصله نورها دراز کشید و هیچ فکر نکرد که ما میان پریشانی تلفظ درها برای خوردن یک سیب چقدر تنها ماندیم. نگذار زندگی مانند گلهای تابستان و مرگ مانند برگهای پاییزی باشد. انسانهای بلند همت و بی‌نیاز همانند زنده یاد داوود امینی هرگز نمی‌میرند، چون گور ایشان گلوب نسل‌های آینده خواهد بود. ما را برای آن نیافریده‌اند که هر روز بهتر بخوریم و بهتر بپوشیم. ما را برای آن خلق کرده‌اند که هر روز بهتر بیندیشیم. وقتی دوست می‌داری دلت می‌خواهد زنده باشی، وقتی که کینه می‌ورزی آرزوی مرگ می‌کنی. زندگان جاوید
کسانی هستند که زمان مرخصیشان را در این جهان می‌گذرانند. داوود نازنین، تو به یک شط بنفشه، تو به یک دست پر از گل، تو به یک گل، تو به یک آینه میمانی. تو به یک هجرت دائم، تو به یک رویت جاری، تو به یک شهر طلایی، تو به یک بارقه میمانی. تو به یک دست پر از مهر، تو به یک روز خجسته، تو به یک شام دلانگیز، تو به یک عاطفه میمانی. تو به یک وعده پربار، تو به یک کوچه پرعطر، تو به یک دست پر از عشق، تو به یک آینه میمانی، تو به یک آینه میمانی. من از این دنیا خواهم گذشت، اما تنها یک بار. هر خوبی را که میتوانم و هر مهربانی را بگذار انجام دهم در همین بار. نگذار از خوبی دور بمانم و مهربانی را نادیده انگارم هر بار، زیرا از این راه نخواهم گذشت دیگر بار. پروردگارا، چگونه زیستن را به من بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم آموخت. هر کس به نفس زنده است به مرگ بمیرد و هر کس که به اخلاص زنده است همانند داوود نازنین هرگز نمیمیرد. به من بگو قبل از آمدن به این جهان کجا بودی تا بگویم بعد از مرگ کجا میروی. یک عمر طولانی ممکن است به اندازه کافی خوب نباشد، لیکن یک عمر مفید حتما به اندازه کافی طولانی است. مردن مانند به دنیا آمدن امری عادی و طبیعی است. مرگ این لطف را دارد که کاخ نیکنامی را نصیب انسان می کند و حسادت تنگ نظری کسان را نسبت به وی نابود می سازد. گفتمش چیست بگیتی ره تقوا؟ گفتا بهتر از مهر و محبت نبود تقوایی. دل بر این دنیا مبند، دنیای فانی بگذرد، نوبت پیری درآید، نوجوانی بگذرد. ای که داری باغ و بستان، مال و ملک و مملکت، باغ تو ویرانه گردد، باغبانی بگذرد. ای که داری زور بازو در جهان نامدار، دور تو هم بر سر آید، پهلوانی بگذرد. این اجل همچون پل است و جانها چون کاروان، ناگهان بینی که از آن پل کاروانی بگذرد. مرگ هرگز توقف نمی کند، تنها گاهی چراغ‌هایش را خاموش می کند. همین و بس. انسان بینوا در روزگار دانه می افشاند و حاصل خود را به ناکامی درو می کند و پشت سر او مرگ دروگری است که هرگز از کار نمی افتد. ای انسان که بر گهواری از یخ به جهان می آیی و خفته در گور
از آن میروی بکوش تا نقش خود را خوب بازی کنی. انسان آزاده از همه چیز کمتر به مرگ میاندیشد و خردش او را به تفکر در مورد زندگی و نه به مرگ میکشاند. عمل مردن مهم نیست، زیرا در فرصت بسیار کمی اتفاق می‌افتد. خوشا آنان که با عزت زگیتی بساط خویش برچیدند و رفتند. خوشا آنان که با آدمیت شراب عشق نوشیدند و رفتند. خوشا آنان که با ایمان و اخلاص حریم دوست بوسیدند و رفتند. خوشا آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند. خوشا آنان که بذر آدمیت همانند زنده یاد داوود نازنین در این ویرانه پاشیدند و رفتند. مرگ را باید به عنوان یک پدیده غیر قابل انکار پذیرفت. راه قبول زندگی پذیرش مرگ است. مرگ به آدمی می آموزد که زندگی محدود و پایان پذیر است. تک تک ما سرانجام روزی داوری خواهیم شد. کجا؟ همینجا. مهم این است که چقدر زندگی کرده ایم، نه چقدر زنده بوده ایم. چقدر بخشیده ایم، نه چقدر داشته ایم. چقدر خوب بوده ایم، نه چقدر کلان جبه کرده ایم. دیدن این همه مرگ و تنها کمی زندگی، این همه اندوه و کمی شادی، این همه بیکسی و تنها کمی عشق زجرآور است. مادرم به سوگ می رفت و دستمال گریش را از صندوقچه اندوه با خود برد. دستمال همیشه نمناک. می رفت تا به بهانه‌ای سالهای خشک را لحظه‌ای خیس کند. حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه‌ای، گفت یا خواب است یا باد است یا افسانه‌ای. گفتمش احوال عمرم را بگو، تا چیست عمر؟ گفت یا برقی است یا شمعی است یا پروانه‌ای. گفتمش اینها که می‌بینی چرا دل بسته اند؟ گفت یا خوابند یا مستند یا دیوانه‌ای. تمام اشتباهات ما درباره مرگ از آنجا ناشی می شود که تصور می کنیم درد و رنجی که قبل از مردن می کشیم مربوط به مرگ است، در صورتی که چنین نیست. تمام درد و رنج ما مربوط به زندگی است. زندگی موجب درد و رنج می شود و مرگ پایان درد هاست. دسته های گل نهادن بر مزار من چه سود؟ در زمان بودنم یک شاخ گل دستم بده. اگر زندگی به طرز عادی و طبیعی سپری شود، مقداری از وحشت مرگ زائل می گردد. برای خوب مردن
باید خوب زیست. مرگ هر انسانی جانم را میکاهد، چرا که من با تمامی بشریت در هم آمیخته‌ام و بدینسان هرگز نمیپرسم که ناقوس‌ها برای چه کسی مینوازند. به تمام راه‌هایی که میتوانید، در تمام جاهایی که میتوانید، در تمام اوقاتی که میتوانید، با تمام مردمی که میتوانید، تا آنجایی که میتوانید خوبی کنید. خوبی. به دنیا آمدیم در حالی که قابله ها خندان بودند. از دنیا می رویم در حالی که در ماتم ما اشک ها سرازیر است. مرگ طبیب بازپسینی است که به هنگام عجز پزشکان از علاج به بالین بیمار آمده و او را بهبودی ابدی می بخشد. خانم ها، آقایان، سپاسگزارم که با حضورتان قلب‌های مالامال از غم و اندوه ما را تسکین بخشیدید. این غم سنگین رو به بستگان، بازماندگان، به ویژه همسر نازنینش ناهید امینی و همشیره نازنینش فریبا امینی و عروس زنده یاد داوود امینی قزاده و تنها یگانه فرزندش امیر امینی و برادرانش حمید و رضا. از صمیم قلب تسلیت گفته و مطمئن هستم که با صبر و شکیبایی بسیاری که ازشون سراغ دارم این غم سنگین رو به پایان میرسونن و دست یکایک شما را به گرمی میفشارم. حالا فرصت میرسه به تنها فرزندش، مرد بسیار دوست داشتنی، امیر امینی.